شام دوشنبه در روابط گرجستان و اتحادیه اروپا مرحله نوی همکاری آغاز یافت. شروع از روز دوشنبه 28 مارس آنها حق پیدا کردند که با قلمرو اتحادیه اروپا بدون روادید یا ویزا تنها بر اساس شناسنامه‌های بیومتری خود سفر کنند. در تیفلیس پایتخت گرجستان با این مناسبت روز 27 مارس یک جشن کلان برپا شد. دانشجو مریم تevzadze میگوید از این مقررات خیلی خوشحال است. سبکی در نظام ویزا و ما امکان دیدن اروپا شناسایی با فرهنگ آن را فراهم می‌آورد و ما هم بخش از این فرهنگ خواهیم شد. تشکر. ساکن دیگر گرجستان گیورگی چونبوریدزه میگوید نظام بی ویزا تنها آغاز کار است. بی‌شبهه این خبر خوب است ولی هدف کلانترین همایش سیاسی با اتحادیه اروپا است. دانشجو تاتیا متوریلیدزه میگوید برایش امکان تحصیل در اروپا خیلی مهم است. این قرار برای گرجی‌هایی که در فکر تحصیل هستند امکانات‌های خوب فراهم می‌آورد. ما در دوام سال چندین بار به اروپا می‌رویم و در گذشته سطح‌های زیادی بود که کار ما را دشوار می‌کرد. حالا باشد خیلی بهتر خواهد شد. یکی از اولین نفرانی که از امکان سفر بدون ویزا به اروپا استفاده کرد نخست وزیر گیورگی کوریکاشویلی بود. این نتیجه کاری به تدریج و پایفشاری های حکومت و هم سهم ساکنان کشور ما بود. قانونگذاری گرجستان را به معیارهای مقرر کرده کمیسیون اروپا مطابق کردیم. به همه همکارانی که در این راه مشکل ما را دستگیری کردند سپاسگزار هستیم. قانون روز 7 فوریه از جانب پارلمان اروپا قبول شد. این قانون به شهروندان گرجستان امکان سفر بی ممانعت را به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بجز بریتانیای کبیر از جمله ایرلند، ایسلند، لیختنشتین، نروژ و شویساریا فراهم می‌آورد. در مدت تا 90 روز آنها می توانند برای جهانگردی، حل مشکلات عائلوی و تجارت به اروپا سفر کنند. در صورت ویران کردن قاعده بود و با شخص به 3000 یورو و 5 سال منع سفر به اروپا مجازات می شود. رژیم بدون ویزا حق کار در اروپا را نمی دهد.